آیا واقعا اگه روی جوشامون خمیر دندون بزنیم خوب میشن؟ سلام، خیلی خوش اومدید به فیتوپیا. من مهدا هستم، متخصص بیماری‌های پوستمون و توی این ویدیو قراره بهتون ترفندها و هک هایی که توی تیک تاک و توی اینستاگرام دیدید رو تحلیل بکنم و بگم کدوماش واقعا کار میکنه و کدوماش الکیه. احتمالاً همه شما یه سری ترفندا رو شنیدید یا دیدید که دلتون میخواد واقعیت علمی پشت اون رو بدونید که آیا واقعا این از لحاظ علمی ثابت شده است، اصلا کار میکنه یا بیشتر جنبه گرفتن ویو و بازدید داره. اگه تازه به کانال من اومدید حتما سابسکرایب کنید. هر هفته 2 تا ویدیوی جدید داریم در رابطه با مراقبت های پوستمون. میتونید کلی اطلاعات جدید اینجا یاد بگیرید. اولین هکی که میخوایم مورد بررسی قرار بدیم اینه که آیا واقعا دیدید وقتی جوش میزنیم میگن خمیر دندون بزنید روش، این جواب میده یا نه؟ شاید امتحانم کرده باشید شما ها. درسته که توی خمیر دندون موادی وجود داره که میتونه اون جوش و اریتم و التهاب رو بخوابونه و خاصیت خنک کنندگی داشته باشه، مثل هیدروژن پروکساید. اما در عوض همین خمیر دندون حاوی مواد ملتهب کننده و ایریتنتی هست توی پوست، مثل منتول یا مثل فلوراید، که اینها میتونن التهاب و قرمزی اون جوش رو خیلی بدتر بکنن. پس نه به خمیر دندون روی جوش ها. حتی جالبه بدونید که اگه از خمیر دندون روی جوش های التهابیتون استفاده کنید ممکنه براتون PIH یا لک هم باقی بذاره. پس با این دیگه کاری. پس ما چیکار کنیم؟ اگه که تعداد جوش هاتون زیاده به متخصص پوست مراجعه کنید و اگر که نه جوش های تک و توک میزنید و مثلا یه دونه جوش اینجا دارید، از ژل های آنتی آکنه‌ای که توی بازار هست و از داروخانه ها میتونید تهیه بکنید و این رو مثلا 2 بار در روز روی همون جوش بزنید. روی دو روز اینا خیلی بهتر میشه که توشون بنزوئیل پرکسید داره و باعث میشه که اون جوش از بین بره. دومین هک اینه که میگن برای اینکه پوست شفاف تری داشته باشید آب لیمو بزنید به پوستتون. به نظرتون واقعیه یا کیکه؟ اولی بحثم من میگم واقعیه. درسته که لیمو حاوی سیتریک اسید یا ویتامین C هست و کمک میکنه لک بهتر بشه و پوست شفافتری داشته باشیم، اما در عین حال همین لیمو حاوی موادی هست که به شدت پوست شما رو در برابر نور فوتوسنسیتیو میکنه و در واقع باعث میشه که پوستتون به نور خیلی حساس تر باشه و التهاب خیلی بیشتری رو به دنبال داشته باشه به خاطر خاصیت اسیدی که داره. کیک بود. و اگر ما میگیم ترکیباتی استفاده کنید که توش ویتامین C داشته باشه، در عوض دیگه خاصیت اسیدی ندارن و اصلا توصیه نمیشه که آب لیمو رو به صورتتون یا پوست لیمو رو یا خود لیمو رو به پوستتون بزنید، چون به شدت میتونه ملتهب و قرمز بکنه و میتونه طول بکشه و حتی باعث PIH یا همون لک بشه در اثر نور آفتاب. وای اشتباه گفتم بچه‌ها. پس اگه میخواید لکه های پوستیتون رو بهتر بکنید، ویدیوی من که در مورد بهتر شدن و روشن کردن لکه پوسته رو ببینید، به اضافه اینکه از محصولاتی که سیف هستن و توی آزمایشگاه تحقیق شده در موردشون استفاده کنید که حاوی ویتامین C، کوجیک اسید هستن و اینا میتونن پوست شما رو روشن‌تر کنن و لکه‌های پوستتون رو بهبود بدن. سومین چیزی که خیلی توی اینستاگرام، توی یوتیوب، توی تیک تاک میبینید و همه هم ازش کلی ویو میگیرن اینه که از ماسک‌های خانگی استفاده میکنن. بهتون میگن که برای اینکه پوستت شفاف‌تر بشه بیا این چیزا رو با هم دیگه قاطی کن و بذار روی صورتت. آیا واقعا ماسک های خانگی توصیه میشن نمیشن؟ چه جوریه داستان؟ بیایید در مورد عسل صحبت کنیم مثلا، که تو بیشتر این ماسک ها هستش. عسل بله میتونه خاصیت آنتی بیوتیکی و آنتی باکتریال روی پوست شما داشته باشه، یا مثلا جوی 2 سرپرک یا همون اوت که بله این هم میتونه خاصیت ضد قرمزی و ضد التهاب روی پوست شما داشته باشه، و یا زردچوبه که میتونه توی درمان اگزماها هم کاربرد داشته باشه. اما نکته خیلی مهم اینه که درسته که مثلا اوت خاصیت ضد التهاب داره، ولی ما نمیدونیم چه دوزیش و چه مقداریش یا در ترکیب با چه چیزهایی
میتونه باعث بهبود پوستمون بشه. وقتی شما این محصولی رو از داروخانه تهیه میکنید، خب اون شرکت دارویی کلی اومده آزمایش انجام داده روش، ترکیبات رو بررسی کرده، با هم دیگه تداخلی نداشته باشن، همه اینا. یعنی یه دوزی از اون برای پوست شما خوبه، نه اینکه شما بیای کل صورتتو و پوستتو بمالی و در ترکیب با چیزهای دیگه. پس در واقع اگه بخوام یه توصیه کلی بهتون بکنم، هر کسی اومد به شما گفت این ماسک رو استفاده نکنید، مخصوصا اگه پوست حساس یا مستعد آکنه‌ای دارید. خب به جاش بهتر چیکار کنید؟ یه سری از ترکیبات با مقدارهاشون ثابت شده هستن توی ماسک‌های خانگی که میتونید از اون فرمول‌های خاص استفاده کنید، یا حتی بهتر از اون از محصولات آماده‌ای که مثلا اسکراب هستن یا ماسک صورت هستن استفاده کنید، چون اینها به هر حال یه سری تحقیقات پشتش بوده و فرموله شدن مخصوص ماسک صورت بودن. چهارمیش، آیا واقعاً اینکه صورتشون رو میکنن توی یخ یا یخ میسابن روی صورتشون روی پوستشون جواب میده آیس رولینگ واقعا علمیه؟ یه مدت بود خیلی ترند شده بوده، هر جای هر صفحه‌ای رو که باز می‌کردی یه کسی اینجوری یخو گرفته بود دستش دور چشش داشت میزد، پوستش رو مالش میداد. حقیقتش اینه که یخ اونقدر هم بد نیست و اتفاقا همین یخ توی دور چشم میتونه باعث کاهش پف بشه، میتونه مویرک ها رو منقبض بکنه و تیرگی دور چشم رو اگر در اثر افزایش جریان خون توی اون ناحیه باشه بهتر بکنه. اما اینو باید بدونید که یخ به صورت مستقیم اصلا نباید با پوست شما تماس داشته باشه، حتما باید از یک لایه بریر یا سد استفاده بکنید که این هم میتونه مثلا دور یه دستمال بپیچیدش یا توی پلاستیک بذاریدش و اون رو ماساژ بدید، که این هم با زمانش خیلی مهمه که طولانی نباشه، چون اثر سوختگی و برنینگ میتونه داشته باشه یخ. پس اگه بخواید از این ترند استفاده بکنید، میتونید چند تا قالب یخ رو توی یه دونه حالا پارچه بپیچید و صبح که بیدار میشید بذارید دور چشمتون، جاهایی که احساس میکنید پف بیشتری داره میتونه بهتون کمک بکنه، اما اصلا تو مقدار استفاده کردن ازش زیاده روی نکنید و به بدنتون گوش کنید. خب توی این ویدیو 4 تا از تیک تاک ترند هایی که در مورد پوست بود صحبت کردیم، مورد بررسی قرار دادیم و دیدیم کدوماش واقعا کار میکنه یا کار نمیکنه. احتمالاً خیلی چیزای دیگه هم هست که شما میبینید و دوست دارید در موردش صحبت بکنیم به صورت علمی. اگر که دوست داشتید توی کامنت ها بهم بگید میخواید ویدیو بعدی ریاکشن در مورد چی باشه یا کدوم مباحث رو مورد بررسی قرار بدیم. اگه این ویدیو رو دوست داشتید حتما لایک کنید، سابسکرایب یادتون نره، شما هر هفته 2 تا ویدیو جدید داریم و زنگوله رو روشن کنید تا ویدیوها رو از دست ندید.